به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همراهان عزیزی که این ویدیو رو و این دوره آموزشی رو دارید مشاهده میکنید. من محمود اسماعیل پور از مجموعه طلای سرخ قائنات کشاورزاده ساکن و بومی شهر قایم در استان خراسان جنوبی هستم. همینطور که می‌بینید قائنات به عنوان قطب تولید مربوط‌ترین زعفران جهان شناخته میشه که یک قدمت 3000 ساله داره و شرکت تولیدی زراعی طلای سرخ قائنات در زمینه کاشت، فرآوری و خرید و فروش زعفران فعالیت داره و کل فعالیت ما رو میتونید از طریق وبسایتمون redgolden.net پیگیری و مشاهده کنید. با توجه به شروع فصل کاشت و جابجایی زعفرون، پیاز زعفرون، ما لازم دونستیم که یک دوره آموزشی برای شما عزیزان ترتیب بدیم و ضبط کنیم تا اگر قرار باشه که زعفرون انجام بدیم بهترین عملکرد رو داشته باشیم. لازمه که قبل از کاشت زعفرون شما یک آشنایی با عملکرد زعفرون و اون فعالیت‌های فیزیولوژیکی این گیاه مرموز داشته باشید. پس تا آخر این دوره همراه ما باشید. زعفرون رو بیشتر بشناسیم. ببینید دوستان، زعفرون یک گیاه نیمه گرمسیری که در مناطقی که زمستان‌های ملایم و تابستان‌های گرم و خشکی داره خیلی خوب داره عمل میکنه و عملکرد خوبی رو نشون داده. پیاز زعفرون معمولا در دمای منفی 10-15 درجه و گاهن تا منفی 20 درجه زیر صفر هم تاب‌آوری داره. در سرمای سال 86 در شهر خودمون قائم زعفرونزارانی بودن که تقریباً از کود حیوانی استفاده کرده بودن و تو اون دمایی که منفی 20 درجه ثبت شده بود پیاز زعفرون هیچ آسیبی ندید، ولی بودن مزارعی که کلاً از بین رفتن چون رسیدگی کافی نداشتن به مزرعه‌شون. بیشترین سطح زیر کشت پیاز زعفرون در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، اصفهان، کرمان، همدان و قسمت‌هایی از شمال کشور و غرب کشور است که اینها اغلب به روش سنتی و دانش بومی دارن کشت انجام میدن به جای اینکه از نتایج علمی پژوهشی استفاده کنن و همین امر باعث شده که کارایی و عملکرد مزرعه‌شون پایین‌تر باشه. پس لازمه که قبل از کشت زعفرون شما یک آشنایی با عملکرد زعفرون داشته باشید و بعد کشت رو انجام بدید. چرا اصلا کشت زعفرون؟ چرا کشاورزان زیادی دارن رو به کشت زعفرون میارن؟ ببینید دوستان، عوامل زیادی است. یکی از عواملش این که زعفرون یک گیاه چند ساله است. یعنی شما 1 سال کشت انجام میدید تا 7 سال برداشت انجام میدید. ببینید دوستان، از نظر زراعی زعفرون یک گیاه چند سال است، ولی از نظر گیاه شناسی 1 سال است. یعنی عمر هر پیاز زعفرون 1 ساله که این چرخه ادامه داره و باز این پیاز مادری به پیاز دختری تبدیل میشه، ولی از لحاظ زراعی تا 7 سال بازدهی داره. پیاز زعفرون هر سال تکثیر میشه و ازدیاد پیاز زعفرون رو شما دارید بعد از چند سال. مثلا اگر شما در هکتار 10 تن پیاز زعفرون کشت کردید، بعد 7 سال این آورده شما 4 تا 5 برابر معمولا میشه، هر هکتار 30 تا 50 تن پیاز زعفرون خواهید داشت. بعد نیاز آبی کم پیاز زعفرونه. حالا نمیشه گفت زیاد نیاز آبی کمی داره، چون در هر صورت شما 4 تا آب اصلی داره که باید داده بشه، فقط چون فواصل آبیاری زیاد هست یعنی و زمانهای نیاز به آبیاری داره که از نظر آب و هوایی بارندگی داریم و گیاهای دیگه زیاد نیاز به آبیاری نداره، به همین خاطر میگن نیاز آبی کمی داره. دوره‌های زندگی پیاز زعفرون یک دوره بیداری داره، یک دوره خواب داره. حالا دوره بیداری پیاز زعفرون باز خودش 2 تا مرحله داره. مرحله شدت رشد و مرحله توقف رشد. مرحله شدت رشد معمولاً از زمان شکستن خواب پیاز زعفرون، یعنی از زمانی که آبیاری انجام میشه از مهر ماه شروع میشه تا بهمن ماه شدت رشد پیاز زعفرون زیاد هست، تا جایی که توی بعد از آبیاری 3-4 هفته بعد یعنی در آبان ماه ما گلدهی داریم و بعد برگ پیاز زعفرون نمایان میشه و به مرور این رشد و فعل و انفعالات صورت میگیره و
پیاز مادری به مرور جای خودش رو به پیاز دختری میده، یعنی از جایی که جوانه گل بیرون اومده یک پیاز بنه جدید ایجاد میشه که از پیاز مادری تغذیه میکنه و تا بهمن ماه دیگه اون هیچ اثری از پیاز مادری نیست و از بین میره، حتی ریشه هاش هم از بین میره و پیاز دختری جایگزینش میشه. این میشه مرحله شدت رشد. از بهمن ماه به بعد وارد مرحله توقف رشد میشیم که تقریبا از اوایل اسفند شروع میشه تا نیمه اردیبهشت ماه. در این مرحله رشد برگ‌ها اینا کم میشه، ولی خب باز هم نیاز به یک آبیاری داره که معمولا ما میگیم زرداد تو اردیبهشت ماه انجام میشه برای اینکه ریزم و قضیه‌هایی که تو برگ پیاز هست برگرده به پیاز زعفرون که باعث درشت‌تر شدن پیازمون میشه. دوره خواب پیاز زعفرون هم که بعد از تقریبا نیمه اردیبهشت ماه شروع میشه و تا مهر ماه که خودش 4 تا 5 ماه طول میکشه. از نیمه اردیبهشت تا مهر ماه گفتیم و حالا خودش دو مرحله داره، خواب حقیقی و خواب ظاهری. خواب حقیقی پیاز زعفرون از نیمه اردیبهشت تا نیمه تیر ماه که بهترین زمان کشت و جابجایی پیاز زعفرون دوستان این زمانه، یعنی زمانی که پیاز زعفرون در خواب کامل هیچ فعالیتی چه ظاهری چه فیزیولوژیکی نداره. این خواب حقیقی و جابجاییش هیچ تنش ایجاد نمیکنه و دوره خواب دومش که خواب ظاهری هست معمولا از نیمه تیر تا شهریور ماهه که در ظاهر ما فکر میکنیم پیاز زعفرون هیچ عکس‌العمل و واکنش و انگیزش نداره، ولی یک فعالیت فیزیولوژیکی داخل پیاز زعفرون داره شکل میگیره که اون گل و برگ و مادگی و پرچم اینا داره داخل تشکیل میشه و معمولا خیلی از کشاورزان دارن تو این زمان جابجایی پیاز زعفرون رو انجام میدن و این تنش جابجایی باعث میشه که سال اول گلدهی آنچنانی مزرعه‌تون نداشته باشه که حالا میگم خیلی دارن فصل از سال این جابجایی رو انجام میدن و دلیلی هم که میگن سال اول پیاز زعفرون گلدهی نداره همین تنش جابجایی است. دوره زندگی یک ساله پیاز زعفرون همونطور که گفتیم خوابش از نیمه اردیبهشت تا تیر ماه، خواب حقیقی از نیمه تیر تا شهریور، خواب ظاهری مهر ماه با اولین آبیاری بیداری پیاز زعفرون، آبان ماه گلدهی، آذر تقریبا برگدهی و رشد پیاز زعفرون شدت پیدا میکنه و توی این 2-3 ماه هم که پیاز مادری از بین میره و جایگزینش پیاز دختری میشه و تقریبا باز به مرحله فروردین ماه و اردیبهشت که خواب پیاز زعفرون فرا میرسه. مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد زعفرون خاک، بافت خاک، مواد غذایی خاک، کوددهی، حذف جوندگان، علف‌های هرزه، روش‌های کاشت، آب و زمان آبیاری. مدیریت زراعی زعفرون، زمان مدیریت زراعی زعفرونمون به این برمیگرده که زمان کشتمون کی هست، روش کشتمون کی به چه شکل هست، عمق کاشتمون و آبیاری مناسب. ما توصیه به آبیاری تابستانه نمی‌کنیم چون معمولاً عامل اصلی قارچ و کنه و پوسیدگی پیاز زعفرونه که خیلی جاها دارن انجام میدن. از مهمترین عوامل خسارت‌زای زعفرون پوسیدگی، کنه و قارچ، خسارت جوندگان و علف‌های هرزه. خاک مناسب کشت زعفران. ببینید زعفرون در تمام خاک‌ها هم از خاک سنگین، سبک، رسوی، شلی قابل کشت اما بهترین عملکرد رو تو خاک‌های لومی و شنی داره. پیازها در خاک‌های لومی و شنی خیلی راحت‌تر رشد رو تکثیر می‌کنن. زعفرون در خاک‌های سبک حاوی کلسیم و pH بین 7 تا 8 و دارای مواد عالی به مراتب عملکرد بهتری رو از خودش نشون داده. یکی از مهمترین کارهایی که قبل از کشت زعفرون شما باید انجام بدید اینه که پیشینه مزرعه یا زمینتون رو بدونید. اینکه بدونید این زمینی که الان امسال میخواید کشت انجام بدید قبلا چه کشتی انجام شده، چند سال بایر بوده یا مثلا چه تو مسیر رودخونه هست، سیل اینجا ممکنه بیاد. اینا همه ملاک در پیشینه زمینتون. آماده سازی زمین برای کشت زعفرون. اولین قدمی که شما برای کشت زعفرون باید انجام بدید اینه که آزمایش خاک انجام بدید. آزمایشات خاکشناسی لازم با تهیه نمونه‌هایی از خاک مزرعه که بر اساس اون نتایج شما میتونید تصمیم گیری درست بگیرید. پس از انتخاب
زمینتون، شما باید این زمین رو تقویت کنید با کود دامی. معمولا به ازای هر هکتار زمین شما نیاز به 30 تا 60 تن کود حیوانی دارید که با خاک ترکیب بشه و یک شخم عمیق معمولا 25 تا 30 سانتی زده میشه تا خوب با خاک ترکیب بشه و یک مدت آیش میمونه تا از طریق نور خورشید مواد آلی و باکتریایی کود جذب بشه. روش‌های کندن پیاز زعفرون. ما دو روش پیاز زعفرون رو معمولا جابجا می‌کنیم. روش خشک‌کن هست که در این روش مزرعه آبیاری نمیشه و پیازها جدا میشه. پیازی که به این روش جدا میشه معمولا اگر هوا و رطوبت محیط مناسب باشه تا 1 الی 2 ماه ماندگاری داره، ولی خب پیاز روش دوم روش ترکن هست، یعنی زمین آبیاری میشه بعد پیاز جابجا میشه. تو این روش باید سریع پیاز به زمین جدید منتقل بشه که دچار قارچ و پوسیدگی نشه. بهترین و سریع‌ترین روش کشت سنتی زعفرون. ببینید کشت زعفرون سنتی با تراکتور معمولا هر تراکتور گاواهن سخیش داره که شما برای کشت زعفرون کافیه که 2 تا از خیش‌ها رو حذف کنید و تکفیشش کنید و عمر کاشتتون هم که معمولا هر خیش 20 سانت یک شیار ایجاد میشه و در طول این شیار نیروهای انسانی در فاصله‌های مشخص شده هستند که وقتی تراکتور شیار ایجاد کرد پیاز زعفرون رو داخل این شیار میریزن تا وقتی که تراکتور یک دوره کامل میزنه و دوباره شیار بعد رو ایجاد میکنه که شیار جدید شیار قبلی رو میپوشونه. دو روش کشت بذر هم داریم که معمولا روش پوپی یا چاله‌ایه و روش ترتیبی و تصفیه‌ای. روش پوپی معمولا منسوخ شده به دلیل اینکه 7-8 تا پیاز کنار هم ریخته میشد و جا برای تکثیر پیازهای دختری نبود، به همین دلیل عملکرد مزرعه‌مون خیلی پایین بود. ولی در روش ترتیبی که معمولا فاصله پیازها 2-3 سانت هست، جا برای تکثیر هست و عمر مزرعه بیشتر میشه. خلاصه 0 تا 100 کاشت زعفران. ببینید قبل از اقدام به کاشت گفتیم باید آزمایش خاک انجام بدیم. بعد از آزمایش خاک و اینکه تعیین شد مزرعه مناسب کشت هست، اینجا ما باید با مبارزه با جوندگان در جریان باشیم. دوستان زمینی که موش داره قبل از بین بردن موش‌ها هیچ اقدامی به کاشت نکنید. این موش پدر زمینتون رو در میاره و هیچ پیازی براتون باقی نمیذاره. پس اول یه فکری به حال موش و جوندگان کنید، بعد کشت انجام بدید. بعد از شخم عمیق چند هفته آلش بذارید با کود ترکیب بشه، یه کنتیواتور بزنید تا هم علف‌های هرز حذف بشه و هم خاک یک استراحت و اکسیژن بهش برسه. و بعد از این مرحله هم که زمینتون آماده شد، مرحله خرید پیاز زعفرونه. مهمترین مرحله خرید پیاز زعفرون دوستان. شما پیاز زعفرون سالم تا خریداری نکنید نمیتونید مزرعه‌تون عملکرد خوبی داشته باشه. پس این اصل رو خیلی مهم قرار بدید. پیاز زعفرون رو از جای مطمئن بخرید و پیاز زعفرون سالم بخرید. دنبال درشتی پیاز زعفرون نباشه. پیاز متوسط 6 تا 8 گرم خیلی عالیه برای کشت و معمولا پیازتون خشک‌کن باشه، قارچ و کنه نداشته باشه و از جاهای مطمئن خریداری کنید. در کل ما هم فروش پیاز زعفرون رو داریم که ارسال مستقیم از قائنات هست و میتونیم با هم همکاری داشته باشیم. این دوره بود که در مجموعه طلای سرخ برای شما ضبط شده بود. مجموعه ما در شهرستان قائنات هست، دفتر مرکزیمون که در زمینه‌های زعفرون، تولید زعفرون، کاشت، فراوری و خرید و فروش زعفرون فعالیت داریم. 2 تا شعبه داریم. شعبه اصلی ما در قائنات و شعبه دوممون که مرکز خرید و فروش زعفرونمون هست در مرکز خرید ایفته شهریور در میدان ایفته شهریور مشهد هست که شما میتونید برای خرید و فروش زعفرون به این 2 تا دفتر مراجعه کنید. ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه ما بودید. خدا نگهدار.